جنگ تحمیلی در حالی آغاز شد که ما از لحاظ امکانات، از لحاظ عدد نیرو، از لحاظ سازماندهی و تشکیلات بسیار بسیار فاصله داشتیم با اون مهاجم رژیم بعثی صدام. من رفتم مجلس شورای اسلامی، اون وقت بنده نماینده مجلس بودم. گزارشی دادم از تعداد سورتی‌های پرواز نیروی هوایی در جنگ. نمایندگان مبهوت موندن. اون وقتی که دستگاه‌های به گمان بعضی‌ها از کار افتاده رو جوان کرد، احیا کرد. من هنوز دارم اون کاغذی رو که چند نفر از افرادی از بزرگان نظامی اون روز به من دادن که در این کاغذ طبق آمار نشون داده شده بود که ما تا حد اکثر 20 روز دیگه هیچ پرنده‌ای در آسمان کشور نخواهیم داشت، نه ترابری نه جنگنده. 20 روز اول جنگ، شاید روز اول دوم جنگ بود که این کاغذ رو به من دادن. من عین اون کاغذ نگه داشتم. به ما میگفتن اصلا امکان نداره. اما جوانهای ما از خلبان ما، فنی ما، پدافندی ما، همه و همه دست به هم دادن. 8 سال جنگ را بدون اینکه ما چیز قابل توجهی به موجودی ارتش اضافه کرده باشیم اداره کردن، اون هم در مقابل پشتیبانی‌های جهانی از رژیم صدام. اینا نیروی هوایی کرد، اینا ایستادگی است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.